بریم سراغ قله‌های تعمیراتی دستگاه آده اس. خب اولیش UF پایین که معمولا کانکتور خراب میشه، ولی اگه دیتاتون قطع بود میتونید مقاومتاتون رو چک کنید. و ایراد شایعی که داره پایه مثبت قطع میشه که بعد از خود سوکت به این خازن یا کانکتور بکشید. دومیش فلش شارژ که کانکتورهای بالا و پایین میشکنه. کانکتور روی بورد که حسابی خرابی زیاده، ولی اگه صدا نداشتید این دو سلف رو حتما چک کنید. اگرم جریان کشی قبل پاور داشتید با آیسی تغذیه شک کنید، چون خرابی آیسی تغذیه تو این گوشی خیلی زیاد هستش. ایراد نور که گوشی‌های سامسونگ با LCD IPS یا TFT یه مدار دارن شامل آیسی، سلف، دیود و خازن که معمولا به ایراد زیادی میخورن که تک تک این قطعات باید چک بشن. ایراد شارژ که معمولا آیسی شارژ این گوشی زیاد به ایراد میخوره، ولی اگه دستگاهتون تو حالت خاموش داره چشمک میزنه یادتون باشه اثر انگشت جا بزنید. اتصالی هنگام شارژ که معمولا از آیسی OVP هست. کلا این آیسی تو این مدل خیلی به ایراد میخوره. این روی لوگو یا هنگامی که گوشی رو روشن میکنید توی صفحه دانلودینگ میاد. کلا خرابی هارد این دستگاه زیاده، ولی ایراد CPUش معمولا با خاموشی کامل هست یا اینکه جریان کشی بعد از پاورتون 500 اوم هستش. ایرپلن نیمه روشن یا نو سرویس که باید این آیسی رو ریوال یا تعویض کنید، ولی اگه دستگاه سیم کارت نمیشناخت آیسی که بهتون نشون میدم رو تعویض کنید. ایراد معروف این گوشی که وای فای بلوتوث GPS نیمه روشن میمونه. این آیسی رو یه تکونه ریز